جوانی از خانواده ثروتمند در جای زندگی میکرد که همه وسایل زندگی برایش فراهم بود و با هیچ ترسی به دست گناه میکرد و بد اخلاقی میکرد. از کارهای خود خوشحال و سرخوش بود و به آنها افتخار میکرد. از دنیا چیزی نمیفهمید مجز کارهایی که خدایش را به غضب میآوردند. اما در همسایگی آن جوان دیگری میزیست که به جز عبادت و دعوت و کارهای خیر چیز دیگری را نمیدانست. با مرحمت خداوند این دو جوان با هم آشنا شدند. هر کدام به فکر آن بود که رفیقش را به راه خود دعوت کند. عابد همیشه از نعمتها و رحمت الهی سخن میگفت و گناهکار باشد از دیسکوتک و نمیدانم دیگر باغهای عشرت خود چون زیاد جوانان امروزه حرف میزد، تا آنکه از یک روزها این دوستها قرار گذاشتند که به سیر و گشت روند. هر دو منتظری بالابر یعنی که لیفت بودند و آن به زودی پایان نیامد و جوان عابد خداترس خواست که ببیند که چی مشکلی در آمده باشد. همین که با زور در را کمی باز کرد، سرش را به داخل برد. بالابر با سرعت تمامی به سر آن جوان فرو آمد. سرش را از تن جدا نموده به پایین برد و سن خلادایش در بغل دوست گناهکارش باقی ماند. اما روح بالنده اش به سوی بهشت خداوند رحمان. جوان گناهکار تا به خود آمد و تن خانواده دوستش را به آغوش گرفت، مانند پدری که فرزندش را از دست می‌دهد و مادری که جگربندش را از دست می‌دهد. گریه می‌کرد و فریاد می‌زد: برادرم، عزیزم، چی گپ شد؟ و به خانه برگشت در حالی که گریه می‌کرد و از آنچه از دست داده بود حسرت می‌خورد. شب و روز به گفته‌ها و عمل‌های دوستی از دست رفته‌اش فکر می‌کرد، اما از همه بیشتر این سوال ذهن آن را به خود مشغول کرده بود که اگر به جای اون من سرم را بر داخل آن می‌کردم و آن می‌مردم، این روز جای من در کجا می‌بود؟ جای دوستی من حتما در بهشت است، اما من می‌بودم جایم کجا می‌بود؟ آخر هیچ کس جاودانی نمی‌ماند در این دنیا. این افکار باعث شد که حالتش از شادی به اندوه، از دیسکوتک و دیگر چیزها به مسجد و از موسیقی ها و بیهوده به خواندن قرآن تبدیل یابد. و از یکی از روزها تصمیم گرفت که به حج عمره رود و برخی از دوستانش را با پول خودش ببرد. آنجا در نزد کعبه با صدای بلند میگریست و میگفت: به خدایم چی بگویم؟ چی کار کنم وقتی که در پیشگاه خداوند حاضر شوم؟ و زار گریه میکرد، مانند کسی که در همان روز فرزندش را از دست داده بود. دوستانش میگویند: ما همان روز در مکه راه میرفتیم، گپ میزدیم، شوخی میکردیم و میخندیدیم. اما اون سخن میگفت و چشمانش پر از اشک میشد و گریه میکرد. سخن میگفت و سخنش ذکر خدا میبود و استغفار، همیشه استغفار میکرد. خدا رحمتت کند ای دوستی مهربانی من که بر من لبهای خوب میگفتی. اگر آن روز در جای تو من میبودم میمردم، حاضر چی کار میکردم؟ از خدا میخواهم مرا به تو بپیوندد. سخت مشتاق دیداری تو شدم برادرم. از او سوال میکردیم آن شخص کیست؟ میگفت کسی که با مرگش مرا به این راه دعوت کرد، کسی که مرگش سبب هدایت دیگران باشد
جایگاه و مقامش در آن دنیا قابل وصف نخواهد بود. سخنانش تمام نشده بود که ناگاه از بالای ساختمان در حرم، یعنی در خانه خداوند، زیاد هستند ساختمان ها، سنگ به سرش افتاد و در حال لبخند میزد گفت: برایم دعا کنه. همان طور برای برادرم دعا کردم. با این سخن پرنده زیبا روح لطیفش به سوی باغ‌های جنت و پرواز در آمد و در آن مکان ابدی با آن دوست قدیمی اسلامی خوشحال و آرام باشد. سبحان الله، چه قصه تأثیر کننده برای برادران